سلام میکنم به همه شما عزیزان و همراهان کانال مثلند. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قصد داریم تا با هم به حل چند تا تست از کنکور اردیبهشت ماه 1403 در ارتباط با مبحث مثلثات بپردازیم. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. اولین تستی که میخوایم حلش کنیم تست شماره 118 کنکور تجربی هستش که گفته در شکل زیر زاویه آلفا مشخص شده، مقدار تانژانت پی دوم منهای آلفا کدام است؟ اول از همه قبل از اینکه بریم سراغ حل سوال و حالا نگاه کردن به شکل و اینها، ما در صورت سوال به همون گفته تانژانت پی دوم منهای آلفا. شما همینجا باید حذف پی دوم انجام بدید. حذف پی دوم به چه صورت بود؟ اینطوری بود که ما پی دوم رو حذف می‌کردیم و نسبت مثلثاتیمون برعکس میشد، یعنی تانژانته میشه کوتانژانت آلفا. پس من دارم کوتانژانت آلفا. بعد علامت میدادیم. پی دوم منهای آلفا یه زاویه‌ای میفته توی ربع اول دایره مثلثاتی. توی ربع اول علامت تانژانت مثبت هستش، پس اینجا پشت کوتانژانت آلفا یک علامت مثبت میشینه. پس در واقع من به دنبال کوتانژانت آلفا هستم توی این سوال. حالا بریم سوال رو با هم دیگه حل کنیم. ببینید شکلی که به شما داده، اینجا شما یک خطی دارید، این خط قرمز رنگتون با قسمت مثبت محور x ها زاویه آلفا رو ساخته. من میدونم که شیب یک خط برابر میشه با تانژانت آلفا و آلفا اون زاویه‌ای هست که خط من با جهت مثبت محور x ها میسازه. یعنی توی این سوال برای اینکه من تانژانت آلفا رو به دست بیارم کافی شیب خطم رو محاسبه کنم. شیب خط چجوری محاسبه میشه؟ خب همونطور که میبینید در سوال در روی خطم من دو تا نقطه دارم. یه نقطه به طول 2 و عرض 0 و نقطه بعدی نقطه‌ای هستش به طول 0 و عرض 1.5. شیب هم که میشه تفاضل عرضها به تفاضل طولها، یعنی اینجا میشه 1.5 تقسیم بر -2. در واقع شیب خط من برابر میشه با -3/4، یعنی تانژانت آلفا هست -3/4. خب من چی رو میخوام؟ من کوتانژانت آلفا رو میخوام. ما میدونیم که نسبت‌های مثلثاتی تانژانت و کوتانژانت یک زاویه معکوس همدیگه هستن. یعنی وقتی تانژانت آلفا شده -3/4، کوتانژانت آلفا میشه -4/3. من کوتانژانت آلفا رو میخواستم، شد -4/3، یعنی گزینه 4. دومین تستی که میخوایم در ارتباط با مثلثات از کنکور اردیبهشت 1403 حل کنیم تست شماره 119 کنکور تجربی هست که از ما خواسته حاصل این عبارت مثلثاتی رو به دست بیاریم. برای اینکه حاصل این عبارت‌های مثلثاتی مثل این رو ما به دست بیاریم، باید اول از همه اون زوایایی که بهمون داده رو سعی کنیم به صورت مجموع یا تفاضل یک زاویه با زاویه‌های مرزی بنویسیم. به عنوان مثال ما داریم 3 تا کوسینوس 248 درجه. خب من 248 درجه رو میتونم بنویسم 270 منهای 22 درجه. درسته؟ بعد دارم منهای 2 تا سینوس 158 درجه. خب 158 درجه رو من میتونم بنویسم 180 منهای 22 درجه. این از صورت. توی مخرج ما چی داریم؟ داریم سینوس 202 درجه. خب 202 درجه رو من میتونم بنویسم 180 به اضافه 22 درجه منهای کوسینوس 292 درجه. زاویه 292 درجه رو هم میتونم بنویسم 270 به اضافه 22 درجه. خب حالا که این کار رو کردم میام زاویه های مرزی رو حذف میکنم دیگه. اولین مورد دارم کوسینوس 270 منهای 22 درجه. 270 سپی دومه دیگه. چیکار میکردیم برای پی دوم هم ها؟ میومدیم حذف میکردیم، یعنی اینجا 270 رو حذف میکنیم
و جنس نسبت مثلثاتیمون عوض میشه. یعنی اینجا داریم کوسینوس میشه سینوس 22 درجه و بعد علامت میدادیم. یه علامتی هم پشت این سینوس باید بشینه. ببینید 270 منهای 22 درجه میفته یه زاویه‌ای توی ربع سوم دایره مثلثاتی. توی ربع سوم کوسینوس علامتش منفیه، پس این علامتی که پشت این سینوس 22 درجه میشینه یه علامت منفی هستش. بعد دارم سینوس 180 منهای 22. 180 پیه دیگه، حذف پی رو انجام میدیم، جنس عوض نمیشه، میشه همون سینوس 22 درجه و بعد علامت میدیم. 180 منهای 22 یه زاویه‌ایه توی ربع دوم مثلثاتی و در ربع دوم دایره مثلثاتی علامت سینوس مثبته، پس علامتی که پشت سینوس 22 درجه میشینه مثبت هستش، میشه مثبت سینوس 22 درجه. توی مخرج هم داریم سینوس 180 به اضافه 22. 180 رو حذف میکنیم میشه سینوس 22 درجه. علامت میدیم 180 به اضافه 22 زاویه‌ای هست در ربع سوم دایره مثلثاتی و در ربع سوم دایره مثلثاتی علامت سینوس منفیه، پس اینجا یک منفی پشت سینوس 22 میشینه. بعدی هم داریم کوسینوس 270 به اضافه 22. دوباره 270 حذف میشه، جنس نسبت مثلثاتی من عوض میشه، میشه سینوس 22 درجه. حالا علامتش هم میدم 270 به اضافه 22 زاویه در ربع چهارم دایره مثلثاتی. در ربع چهارم علامت کوسینوس مثبته، پس اینجا پشت سینوس 22 علامت مثبت میشینه. حالا همه رو بر حسب نسبت‌های مثلثاتی زاویه 22 درجه نوشتم دیگه. جمع جورش میکنم. توی صورت قسمت اول دارم منفی 3 تا سینوس 22 درجه، قسمت دومم دارم منفی 2 تا سینوس 22 درجه، جمعاً با هم میشن منفی 5 تا سینوس 22 درجه. تقسیم بر توی مخرج چی داریم؟ منفی سینوس 22 درجه منهای سینوس 22 درجه. این منفی اینجا رو یادتون نره، با هم دیگه میشن منفی 2 تا سینوس 22 درجه. همونطور که مشخصه سینوس 22 درجه از صورت با سینوس 22 درجه مخرج با هم دیگه خط میخورن، منفی هم با هم دیگه میشن منفی در منفی میشه مثبت، 5/2 میشه همون 2.5. حاصل این عبارت مثلثاتی میشه 2.5، یعنی گزینه 4. تست بعدی تست شماره 12 کنکور ریاضی هستش که از ما خواسته حاصل این عبارت مثلثاتی رو به ازای x مساوی با p12 به دست بیاریم. p12 دوستان میشه همون زاویه 15 درجه. خب بریم با هم دیگه به جای هرچی x داریم بذاریم p12. اول از همه داریم 3 تا کوسینوس 4x. کوسینوس 4x یعنی چی؟ یعنی کوسینوس 4 تا p12 که اگه اون 12 رو با 4 ساده کنیم میشه کوسینوس p3. p3 هم که همون زاویه 60 درجه کوسینوسش رو بلدیم میشه 1/2. پس به جای کوسینوس 4x میذاریم 1/2 به اضافه رادیکال 2 تا سینوس x منهای رادیکال 2 تا کوسینوس x. خب اینجا بیاین از یه رادیکال 2 اولا فاکتور بگیریم، بعد میشه چی؟ سینوس x منهای کوسینوس x دیگه. به جای x هم که قرار شد بذاریم p12 میذاریم سینوس p12 منهای کوسینوس p12. خب من سینوس و کوسینوس p12 رو بلد نیستم، باید حاصل این عبارتی که اینجا دارم رو به دست بیارم. چطوری میتونیم به دست بیاریم؟ ببینید فرض کنید اسم این رو بذاریم a. بیاین a به توان 2 رو به دست بیارید. a به توان 2 میشه چی؟ میشه سینوس به توان 2 p12 به اضافه کوسینوس به توان 2 p12 منهای 2 تا سینوس p12 در کوسینوس p12. خب حالا که این کار رو کردیم، همین اول سینوس به توان 2 به اضافه کوسینوس به توان 2 هر زاویه میشه 1 منهای داریم 2 تا سینوس p12 در کوسینوس p12.
خب من اینجا میتونم از چی استفاده کنم؟ از سینوس 2 برابر کمان استفاده کنم دیگه. ببینید دوستان، 2 تا سینوس پی 12 در کوسینوس پی 12 حاصلش میشه چی؟ میشه سینوس 2 تا پی 12. 2 تا پی 12 هم که ساده کنیم میشه سینوس پی 6. پی 6 چیه؟ پی 6 زاویه 30 درجه هستش. من سینوسش رو بلدم که میشه 1/2. پس در واقع اینجا داریم 1 منهای 1/2 که جواب آب توان 2 من میشه 1/2. من حاصل آ رو میخوام، باید از دو طرف جذر بگیرم. آ میشه مثبت منفی 1 به روی رادیکال 2. حالا من مثبت 1 به روی رادیکال 2 رو قبول کنم یا منفی 1 به روی رادیکال 2. ببینید ما گفتیم که اگه یه دایره مثلثاتی بکشیم، زاویه پی 12 هم گفتیم چه زاویه‌ایه؟ زاویه 15 درجه میشه دیگه. خب فرض کنید تقریبا بیفته اینجا. برای اینکه من مقدار کوسینوس و سینوسش رو به دست بیارم چیکار میکنم؟ کافیه این محور کوسینوس ها هستش، این محور سینوس ها هستش دیگه، درسته؟ از این انتهای کمان زاویه 15 درجه یه بار به محور کوسینوس ها من عمود میکنم، یه بارم به محور سینوس ها. ببینید این فاصله که مثلا اسمش رو میذاریم x میشه کوسینوس پی 12. این فاصله که اسمش رو میذاریم y میشه سینوس پی 12. کاملا مشخصه که مقدار کوسینوس پی 12 از مقدار سینوس پی 12 بزرگتر هستش. یعنی اینجا وقتی به ما گفته سینوس پی 12 منهای کوسینوس پی 12 که ما اسمش رو گذاشتیم آ، این یه مقدار منفی داره. چرا؟ چون مقدار کوسینوس پی 12 از سینوس پی 12 بزرگتره دیگه. خب پس اینجا مقدار آ یه مقدار منفیه. در واقع من باید اون منفی 1 به روی رادیکال 2 رو قبول کنم. پس یه بار دیگه بازنویسی کنیم. توی قسمت اول داریم 3 ضرب در 1/2 که میشه 3/2 به اضافه رادیکال 2 ضرب در منفی 1 به روی رادیکال 2. اینجا این رادیکال 2 با این رادیکال 2 ساده میشه، داریم 3/2 منهای 1 که میشه همون 1/2. یعنی جواب این تست گزینه 2 هستش. تست شماره 13 کنکور ریاضی از ما خواسته که حاصل این عبارت مثلثاتی رو به دست بیاریم. ببینید دوستان، در امتحانات تشریحی مثل امتحانات نهایی که برگزار میشه، وقتی از شما میخوان حاصل این عبارت مثلثاتی رو به دست بیارید، خب شما به کمک اتحادهای مثلثاتی و اینکه مخرج مشترک بگیرید و از این جور کارها باید این عبارت رو اونقدر ساده کنید تا به جواب نهاییش برسید. اما طبیعتا ما موقعی که داریم تست میزنیم یا سر جلسات آزمون‌هایی مثل کنکور، ما اونقدر وقت نداریم که بیایم اینجور سوالات رو از روش تشریحیش حل کنیم و باید از یک تکنیک تستی استفاده کنیم. تکنیک تستی که اینجا استفاده می‌کنیم چیه؟ ببینید توی صورت سوال شما یه زاویه‌ای دارید مثل زاویه آلفا. خب بیاید این زاویه آلفا رو برای خودتون یه زاویه مشخصی در نظر بگیرید. به عنوان مثال من تصمیم میگیرم توی این سوال زاویه آلفا رو زاویه 45 درجه در نظر بگیرم. خب میدونم که سینوس آلفا یعنی همون سینوس 45 درجه میشه رادیکال 2/2 و کوسینوس آلفا هم که همون کوسینوس 45 درجه هست میشه رادیکال 2/2. حالا با توجه به این میرم سوال رو حل میکنم. سوال گفته که سینوس به توان 4 آلفا یعنی سینوس به توان 4 45 درجه. خب رادیکال 2/2 رو شما اگه به توان 4 برسونید میشه 4/16 که ساده کنی میشه 1/4. به اضافه 4 تا کوسینوس به توان 2 آلفا. کوسینوس به توان 2 آلفا میشه رادیکال 2/2 به توان 2 که میشه 2/4 یا همون 1/2 که اگر من در 1/4 هم ضربش کنم جواب نهایی میشه 2. این از صورت کسر اول. مخرج کسر اول چی گفته؟ گفته 1 به اضافه کوسینوس به توان 2 آلفا. کوسینوس به توان 2 آلفا میشه 2/4 یا همون 1/2. میذاریم. بریم سراغ کسر بعدی. داریم کوسینوس به توان 4 آلفا. خب کوسینوس به توان 4 آلفا
میشه 4/16 که ساده کنم میشه 1/4 به اضافه 4 تا سینوس به توان 2 آلفا. دوباره اینجا مثل مورد قبلی سینوس به توان 2 آلفا میشه 2/4. اگه در 1/4 هم ضرب بشه میشه 2. مخرج هم 1 به اضافه سینوس به توان 2 آلفا میشه 1 به اضافه 1/2. ببینید اگه این دوتا کسر رو از هم کم کنم حاصل نهایی من برابر میشه با 0. حالا شما باید برید توی گزینه ها نگاه کنید ببینید حاصل کدوم گزینه برابر با 0 میشه. مورد اول که خب 1، گزینه 2 هم که 2، گزینه 3 داریم چی؟ کوسینوس 2 آلفا. کوسینوس 2 آلفا یعنی چی؟ یعنی کوسینوس 90 درجه. خب کوسینوس 90 درجه رو من میدونم میشه 0. مورد 4 هم که گفته سینوس 2 آلفا. سینوس 2 آلفا یعنی سینوس 90 درجه که 1، پس این که نیست. تنها گزینه‌ای که حاصل عبارت شد 0 گزینه 3 بود. پس حاصل این عبارت میشه کوسینوس 2 آلفا که حالا وقتی ما به جای آلفا گذاشتیم 45 درجه حاصل شد 0. پس ببینید تکنیک تستی که اینجا استفاده میکنیم چیه؟ اینه که میایم به آلفا مقدار میدیم، یه زاویه خاصی آلفا رو در نظر میگیریم و به ازای اون زاویه خاصمون میایم تست رو حل میکنیم. اگر چنانچه طوری پیش رفت که شما به آلفاتون یه زاویه دادید بعد جوابی که به دست آوردید توی 2 تا گزینه صدق میکرد، یه زاویه دیگه هم به آلفا بدید. مثلا اگه من به آلفا دادم 45 درجه، گزینه‌ای که به دست آوردم، جوابی که به دست آوردم توی 2 تا گزینه بود، خب میتونم یه بار به آلفا بدم 0، یعنی با 2 تا زاویه پیش ببرم. این دفعه دیگه قطعا شما به جواب نهایی خواهید رسید. تست شماره 121 کنکور تجربی گفته که شکل زیر نمودار تابع Y مساوی با 1 به اضافه سینوس AX هست. از ما دوره تناوب 3 تا کوسینوس XA رو خواسته، یعنی ما باید مقدار A رو پیدا کنیم. خب ببینید دوستان، با توجه به شکل این فاصله‌ای که اینجا نمودار من طی کرده یک دوره تناوب هستش. این یک دوره تناوبه که با تی نمایش میدیم، یعنی 7 پیچارم منهای 3 پیچارم که میشه 4 پیچارم یا همون پی برابر هست با دوره تناوب من. خب دوره تناوب رو ما چطوری به دست می آوردیم؟ می گفتیم دوره تناوب نمودارهای سینوسی یا کوسینوسی میشه 2 تقسیم بر قدر مطلق ضریب x که اینجا قدر مطلق ضریب x همون قدر مطلق a میشه. خب 2p به روی قدر مطلق a برابر شده با p. خب کاملا واضحه که قدر مطلق a برابر هست با 2، یعنی a من میشه مثبت منفی 2. حالا مثبت 2 یا منفی 2 کدوم رو قبول کنم؟ ببینید دوستان، با توجه به نمودار سینوس در حالت اصلی خودش، در حالت اوریجینال خودش یه نموداریه به این صورت. یعنی شما در قسمت مبدأ مختصات حالت صعودی رو در نمودار میبینید، در حالی که اینجا نمودار من وقتی که از مبدأ مختصات شروع شده اول از همه یک حالت نزولی داره. پس این یک نمودار اصلی نیست، نمودار اوریجینال نیست، یک نمودار فیکه و در نمودارهای فیک ضریب x علامتش منفیه. پس اینجا آی من میشه منفی 2. در نمودارهای اصلی هستش که ضریب x علامتش مثبته. خب حالا گفته که دوره تناوب y مساویه با 3 تا کوسینوس XA یعنی منفی 1/2 x رو به دست بیارید. خب دوره تناوب چی میشه؟ گفتیم دوره تناوب میشه 2p تقسیم بر قدر مطلق ضریب x. قدر مطلق ضریب x هم که میشه 1/2. اینجا دوره تناوب من به دست میاد 4p، یعنی جواب این تست میشه گزینه 1. تست شماره 120 کنکور تجربی گفته که معادله مثلثاتی
سینوس 2x منهای 4 تا سینوس 2x در کوسینوس x مساویه با 0 چند جواب در بازه منفی پی تا پی داره. خب بریم اول این مدل مثلثاتی رو با هم حل کنیم. داریم سینوس 2x منهای 4 تا سینوس 2x در کوسینوس x. خب من اون 4 تا سینوس 2x در کوسینوس 2x رو اینجوری می نویسم منهای 2 تا سینوس x در 2 تا سینوس x کوسینوس x. میتونم اینطوری بنویسم دیگه. اومدم اون منهای 4 تا سینوس 2x در کوسینوس x رو اینطوری نوشتم منهای 2 تا سینوس x ضرب در 2 تا سینوس x در کوسینوس x. خب ببینید بچه‌ها اینجا 2 تا سینوس x در کوسینوس x من میدونم میشه همون سینوس 2x. حالا دوباره بازنویسی کنم. چی دارم؟ دارم سینوس 2x منهای 2 تا سینوس x ضرب در سینوس 2x مساویه با 0. خب اینجا میتونم از یه سینوس 2x فاکتور بگیرم دیگه، درسته؟ اگر این کار رو بکنم از یه سینوس 2x فاکتور بگیرم از جمله اول 1 میمونه و از جمله دوم هم منهای 2 تا سینوس x میمونه مساویه با 0. حالا حاصل ضرب 2 تا عبارت برابر با 0 شده. یعنی یا عبارت اول برابر با 0 بوده، یعنی سینوس 2x برابر با 0 بوده که خب اگر سینوس 2x برابر با 0 باشه 2x من برابر میشه با کاپی از اینجا x به دست میاد کاپی دوم. و اگر این عبارت دوم هم 0 باشه یعنی 1 منهای 2 تا سینوس x برابر با 0، خب یعنی سینوس x برابر میشه با 1 دوم که 1 دوم هم میدونیم سینوس پی شیشم هستش. جوابهای من میشه چی؟ x مساوی میشه با 2 کاپی به اضافه پی شیشم و جواب دوم هم میشه 2 کاپی به اضافه پی منهای پی شیشم. خب حالا از من خواسته که تعداد جوابهای این معادله مثلثاتی رو در بازه منفی پی تا پی به دست بیارم. توجه داشته باشید که منفی پی و پی جفتشون باز هستن. خب بریم با هم دیگه به دست بیاریم. اول از این یکی شروع کنیم. x مساویه با کاپی دوم. کافیه من به جای کا عدد بدم دیگه، درسته؟ اگر به کا بدم 0 که خب x برابر میشه با 0 توی اون بازه مورد نظرم هست، پس 0 یکی از جوابهای من. اگر به کا بدم 1 میشه پی دوم که پی دوم هم توی اون بازه مورد نظر من هست، پس یکی از جوابهای من پی دومه. اگر به کا بدم 2 میشه 2 پی دوم یا همون پی که پی دیگه توی اون بازه مورد نظر نیستش. حالا به کا بدیم منفی 1. به کا بدیم منفی 1 چون کا عدد صحیح باید باشه دیگه، خب منفی هم میتونه باشه. منفی 1 بدم میشه منفی پی دوم. منفی پی دوم توی بازه منفی پی تا پی هستش، پس یکی از جوابهای منه. به کا بدم منفی 2 جوابم میشه منفی پی که دیگه توی اون بازه نیستش. پس از این معادله اول من فقط 3 تا جواب گرفتم. خب حالا بریم سراغ این معادله دومی که اینجا داریم. 2 کاپی به اضافه پی شیشم. اول از همه به کا میدیم 0، جواب میشه پی شیشم توی اون بازه مورد نظر هستش. اگر به کا بدم 1 میشه 2 پی به اضافه پی شیشم، دیگه از 2 پی هم رد میشه، یعنی توی اون بازه نیستش. و همینطور اگر منفی 1 هم بدید خب باز میشه منفی 2 پی منهای به اضافه پی شیشم که دیگه توی اون بازتون نیست. پس از اون معادله فقط همین جواب پی شیشم رو من تونستم بگیرم. برم سراغ معادله بعدی. 2 کاپی به اضافه پی منهای پی شیشم. به کا میدم 0، جواب میشه پی منهای پی شیشم یا همون 5 پی شیشم. به کا بدم 1 دیگه ببینید خیلی بزرگ میشه 3 پی منهای پی شیشم، از اون بازم خارج میشه و به طور مشابه اگه بدیم منفی 1 باز هم توی اون بازمون نمیافته. پس در واقع این معادله مثلثاتی که به من داده در بازه منفی پی تا پی همین 5 تا جوابی داره که ما اینجا نوشتیم.
پس چند جواب دارد؟ میشه گزینه 2 5 جواب. آخرین تستی که میخوایم با هم دیگه توی این ویدیو حل کنیم تست شماره 14 کنکور ریاضی هستش که گفته مجموع جوابهای این معادله مثلثاتی در بازه بسته منفی 3 تا پی کدام است؟ معادله مثلثاتی که بهمون داده کوسینوس 2x به اضافه سینوس به توان 2x هستش. خب اینجا یه یادآوری بکنیم. ما به جای کوسینوس 2x میتونستیم 3 تا رابطه مثلثاتی معادل قرار بدیم. یکی این بود که کوسینوس 2x برابر بود با کوسینوس به توان 2x منهای سینوس به توان 2x. یه رابطه دیگه کوسینوس 2x برابر میشد با 2 تا کوسینوس به توان 2x منهای 1. و رابطه سومی که داشتیم کوسینوس 2x برابر بود با 1 منهای 2 تا سینوس به توان 2x. خب من این 3 تا رابطه رو برای کوسینوس 2x داشتم. برای حل این معادله مثلثاتی باید یکی از این 3 تا رابطه رو جایگذاری کنیم. چرا؟ چون باید ببینید ما توی در واقع نسبت مثلثاتی اولمون داریم کوسینوس 2x و توی نسبت مثلثاتی دوممون زاویه‌ای که داریم زاویه x سینوس به توان 2x. باید یا جفتشون 2x باشن یا جفتشون x باشن دیگه، شبیه هم باشن. من دومی رو که نمیتونم تغییر بدم، پس اولی رو یعنی کوسینوس 2x رو سعی میکنم تغییر بدم با استفاده از یکی از این 3 تا رابطه‌ای که اینجا داریم. من میام از رابطه سومی استفاده میکنم چون برای حل این سوال از همه مناسب تره. یعنی به جای کوسینوس 2x میذاریم 1 منهای 2 تا سینوس به توان 2x یه به اضافه سینوس به توان 2x هم که از قبلا داشتیم مساویه با 0. خب حالا منهای 2 تا سینوس به توان 2 به اضافه یه دونه سینوس به توان 2 خب میشه منهای یه دونه سینوس به توان 2x. یعنی داریم 1 منهای سینوس به توان 2x مساویه با 0. خب از اینجا من نتیجه میگیرم که سینوس به توان 2x میشه 1، یعنی سینوس x من میشه مثبت منفی 1. خب ببینید دوستان توی دایره مثلثاتی کجاها سینوس x میشه مثبت 1 و منفی 1؟ یکی این قسمت هاست و یکی این قسمت های پایینه دیگه. خب من باید تمام این نقاط قرمز رنگی که توی بازه منفی 3 پی تا پی هستش رو بنویسم و مجموعشون رو در واقع با هم جمع بزنم و مجموعشون رو توی گزینه ها پیدا کنم. اولین نقطه‌ای که میتونم بگم که توی این بازه هستش نقطه پی دوم هستش. خب من از اینجا شروع کردم دارم میام همینطوری به سمت عقب. خب دومین نقطه‌ای که بهش میرسم و توی این بازه نقطه منفی پی دومه. پس پی دوم به اضافه منفی پی دوم. خب رسیدیم اینجا. نقطه بعدی که بهش میرسیم نقطه منفی 5 پی دوم هستش. پس به اضافه منفی 5 پی دوم و اگر یه بار دیگه بیام پایین یعنی اینجا میشه نقطه منفی 5 پی دوم، یه بار دیگه بیام برسم به این نقطه منفی 3 پی دوم رو دارم و اینجا این نقطه‌ای که دیگه بهش میرسم نقطه منفی 3 پی منه که دیگه بعد از این خارج از این بازه میفته. پس همین 4 تا زاویه یعنی زاویه های پی دوم، منفی پی دوم، منفی 5 پی دوم و منفی 3 پی دوم توی این بازه منفی 3 پی تا پی هستن که سوال به من داده بود. خب مجموع اینا میشه چی؟ مجموع اینها با هم دیگه میشه منفی 8 پی دوم که اگر ساده کنیم میشه منفی 4 پی. یعنی جواب این تست میشه گزینه 4. خیلی ازتون ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. شما عزیزان میتونید در کانال تلگرامی ما که آیدیش پایین این ویدیو نوشته میشم عضو بشید تا از مطالب دیگه‌ای هم که توی کانال تلگرامی قرار میدیم مثل آزمون‌ها، تست‌ها و نمونه سوالات استفاده کنید. خیلی ممنونم ازتون و خدا نگهدار.